شبی که پیغمبر بزرگوار ما تولد شد میگه در تمام عالمی شیطان ماتم گرفت. شیطان بچنان غمگین شد شب تولد جناب پیغمبر که میگه سرش رفت در زمین زد. و چی خاطر؟ به خاطره که شیطان پرستی تا اون روز در اوج بود. شیطان خیلی مردم از خدا دور کرده بود، یعنی خدا پرستی را از جامعه دور کرده بود. شیطان میگه سرش بچنان خم شد که رفت در زمین سرش رسید. بگفت شیطان سیاه ما را جبین شد، تولد رحمتا للعالمین شد. میگه شیطان فیغان کرد گو رحمت عالمیان شب تولد شد. با او گرم میکند بازار عرفان، شکست افتد به لشکرهای شیطان. این محمد خدا پرستی را، بازار خدا پرستی را گرم میکنه، مردم خدا پرست میکنه. میگه شیطان بچه ها دیدن که مادرشو چقدر غمگین و ناراحت اومدن در گیردش دور زدن. آچه جان، مادری جان غمگین نشه، امتاش ما وسواس میکنیم، فریب میدیم، در راه گناه و فسق و فساد میبریم، از رحمت خدا محروم میگردانیم، امتاش جهنمی و دوزخی میگردانیم. میگه پیغمبر، میگه این شیطان علیه لعنه به سوی فرزنداش چی گفت؟ بیزد ابلیس فریادی دوباره به سوی آن گروهی سنگساره. فرزنداش میگه بود دوباره، یعنی یک فریاد غضبناک کربسون شو. گفت بسازد امتش هرچند گناه بیش، فرستاد از او را حق رحمتی خیش. و هرچند اگر امتش گناه کنه خداوند این محمد رحمتی خودش فرستاده است. رود با امتانش سوی جنت، من و تو جانب دوزخ به حسرت. همه بلبل صفت در عیش بستان، که ما هیزم صفت در نار سوزان. شیطان سوی فرزنداش گفت هرچند گناه کنه امت شفاعت میکنه، دعا میکنه، در روز قیامت سرش در عرش الهی در تعظیم و در سجده میمانه، آبهای دیده مبارک چه میریزانه. رب العالمین میگه حبیبی محمد، دوستی من ای محمد، ارفع رأسک، سر تبو بردار، گریه نکن. قل یسمع، بگو چیزی میگو من تو را گوش میکنم. سل تعطا، بپرس هر چیزی میپرسی من برای تو میدیم. وشفع تو شفع، شفاعت کن که امروز شفاعت کننده تو هستی. پیغمبر بزرگوار سر میبردار از سجده و گردنی کج، آبهای دیده ریشی مبارک تر کردند. سر میبرداشته است، میگه اللهم امتی امتی امتی، ای پروردگار امتام خلاص کن، من برای امتام گریه دارم امروز.